شکرانه جان خیلی مسخره به نفر جان سلام علیکم نازی چنجی سلام صاف اخلاقات ماست مسخره خوش ماست رحمت سلام فجان سلام شکرانه جان امروز ما به خانه شما آمدیم و خواستم که از وضعیت خانوادگی شما با خبر باشیم و تشکر زیاد که اینقدر با صمیمیت ما رو پیش باز تشکر گرفتید. زیاد فجان خوش آمدین. سلامت باشین دوستان عزیز. آن همین مهر و محبت مردم تاجیکستان در آن همین پیشوازگیری مهمان است. خود شاهد گشتید که وقتی من از در خانه شکرانه‌شون در آمدم با پایانداز ما را پیشواز گرفتند و ما خواستیم که امروز بیایم وضع شکرانه را در خانه اشون ببینیم، وضع اولیوی این کس را ببینیم و صحبت کنیم در خانه اشون. شکرانه جان چی حال داری؟ من تشکر خدا فجان سال خوب. سلامتی چخیر؟ من رحمت فجان خودم چخیر. خدا بشکر. چرا شکرانه جان بعد از تماشای برنامه چرا اینقدر هوس و آرزو داشته یک بار خاموش شدی و نخواستی دوباره ایجاد کردن و برآمدن رالی کردن یا که سرود خواندن برنامه کردن؟ از چی سبب باشد؟ ابا جان وقتی که من ویدیوها کردم بعد دلیچکم در سایتم بسیار نوشتن که وقتی که من نوشتگی او را خواندم بسیار گپای چون سخن ها بود؟ بسیار گپای قبل گفتم بعد او با خواستگار پیدا خب چی نوشتن؟ چگونه آدم خواستگار پیدا شدن؟ در سایت من نوشتن که مثلا ما هم آدمی قد پس داره میگیری با بعضی هاست نوشتن که افتا بین چخلت تو با همین افتا مقصد حافظگری میشه. همین گپای همون ها مرا دلمانده کرد. برای همین دیگر مثلا نآمدم. برای چی زود اینقدر تصمیم گرفتی و به خاطر یک دو سخن‌هایی که نفرانه که شاید بخیل باشن، شاید پیشروی یک کس را نخواهند، زود دلمانده میشوی؟ پس آرزویت نبود که باید پیشروی کنی؟ بله ابا جان آرزوی من بود. وقتی که همه کسب همه چی را انتخاب کرده بودم گپاشون بسیاری بد بود. بسیار در سایت هم نوشتن که مقصد بسیار همش میگذره، همش پسی سر میشوه. برای نفرانه که سخنهای قبیح میگن، برای نفرانه که شما را به چشم دیگر مینگرن، به صورت شما میخندن، چی گفتن داره؟ سخن دلت چیه؟ مگم که رسام هر یکی ما الله هست. برای همین این گپای مقصد قبیح را ننویسند و گپای خوب نویسند. وقتی که من گپای همو را خواندم روح بلند شدم. همین کسب انتخاب کردم چقدر ذوقی دارم باز زیادتر شوه میخواهم زیادتر شوه من همین کسب پیش ببرم. انشالله میک شوه. از این پس ما در خانه‌تون شما را دیدیم. اینه از پس وعدت که بس نمیکنی و به سخن‌های یک دو اهمیت نمیتی و به پیشروی شروع میکنی. وعده میتونم ابا جان که مقصد اهمیت نمیتونم گپاشون و با همه کسبی که انتخاب کردم میرم تا دیگه گریه نمیکنی؟ نه ابا جان. سلامت باشه. کوی یک سرودک که میخونیم به خرسندی، یک سرودی خرسندی بهر والده خاطری هر یک مخلصای خمون. در تنم عطر صفای بشرم خیالی دریا بلبم ترانه گل بدلم نوای رویا بر تنم عطر صفای بشرم خیالی دریا بلبم ترانه گل بدلم نوای. بالا گفته که مده خواستگار پیدا شد. اگر در آینده نفر پیدا شود که به شما پسند آید اولیدار می شود، چی گفتن داره در همین سخن ها؟ حالا نه؟ نه حالا از خانم رنجیدی چی؟ نه ایوه ابا جان حالا نمیخوام. حالا همه کسبی که انتخاب کردگیم همه را مقصد کمک پیش برم، کمک زندگی خدمت پیش برم. بعد خیلی آینده نصیب ابا جان. انشالله همش میشوه. رحمت من باوری دارم که همش خوب میشوه. از این پس چه هنری که داری پیشروی کن، به سخنهای هر کس اهمیت نده.
دوستان عزیز، من حیرانم برای آن نفرانی که به خاطر برای یک زخم یک نفر برای مرهم شدن ما یک بوره نمک میپوشیم. زخم یک نفر را ناخون زده خونشار میکنیم. به جایی که به اون کس مرهم باشه ما در پهلویش بستیم تا اینکه زندگی را دوست دارد، تا اینکه برای پیشروی کردن برای هدفی که در نزدش دارد به اون هدفش برسد، به آرزوهایش کوشش کند. ولی هر کسی که میخواد آرزوهایش را برآورده سازد نفر دیگر سنگ میزند. من میدونم هر کسی اگر نزدی آینه بنگرد و خودش رو نگاه کند سر تا پا پر از گناهه، سر تا پا پر از کمبودی. هیچ کس به کمبودی نیست، هیچ کس به خطا نیست، هیچ کس به گناه نیست. پس باید همه یک جا میشویم برای پیشرفت یک نفر دیگر سنگ نمیزنیم و کوشش میکنیم که از زمین برداریم تا به آرزوهایش برسد. ما امروز تصمیم گرفتیم که چون بعد از برنامه که ما با شکرانه جان هم صحبت شدیم خیلی مردم قبول کردن و زیادی مردم نوشتن که شکرانه را بیارید رولک کنن، برنامه کنن و من به شکرانه چندی مراتب زنگ زدم نوشتم، جواب ندادم و مادرش آخرین مراتب برداشت گفت که شکرانه نمیخواد که صحبت کند، نمیخواد که در اینترنت باشد. از این سبب ما راه پیش گرفتیم، با اپراتورمون آمدیم خانهشان و وضع خانهشان ندیدیم، با پدر و مادرشان صحبت کردیم، با خود شکرانه جان صحبت کردیم و امروز انا همین از خودش فهمیدیم که سببش چی است. پس این خواهش میکنم از هر یکی شما که چقدر میتوانید هوسمندش گردانید، نه اینکه سخنی بد. پس دوستان عزیز، از این پس کوشش میکنیم که نوگانی های ما را زودی به زودی تماشا کنید. دستگیری نماید دوستان عزیز، زیرا که دل را شاد کردن نیست یک هنر است. چی گفتنی داری در آخر؟ اپا جان، من همین را گفتنیم که خداوند یکی را پست و دیگری را بلند آفریده است و یکی را زیبا دیگری را زشت آفریده است. برای همین بس صورتی کسی نخندند. رسم از خدا است. به همه این داده خداوند شکرانه میکنم اپا جان که چشم بینا دارم و تن سالم دارم. برای همین شکر میکنم اپا جان. آفرین، بیا شکرانه من، آفرین. یگون وقت زیقی نکن، یگون وقت زیقی نکن. من همه وقت در پهلوتم، همه وقت من وعده دادم که در پهلوتم یارده میکنم. در سایت چه خیلی که هست کم بشم باشه ای دست میمادگی را برای یارده میکنم. وعده داده بودم در یک کم روز. حتی جنگ هم میکنم که برای پیشرویت کوشش کن، خاموش نیستا. ترم وعدت با آواز بلند که اپا جان دیگه من نمیگریزم، زود میبیم ای پای پیشروی میشیم. وعده میتم اپا جان که دیگر مقصد نمیگریزم، میام همه وقت پیشروی است. تمام. خوب دوستان عزیز، من باوری دارم که از این پس شکرانه را سخن قبیح نمیگیم و کوشش میکنیم که به زندگی دلگرم شود و به پیشروی خود شروع کند. خیر عزیزان.